7 چیزی هست، 7 چیز. از این 7 چیز در یکی از این تو مبتلا میشوی. یعنی از این 7 چیزی که حضرت بیان کردن، از اینها امتم خلاصی نداره. میگم حتما در اینها امت من مبتلا میشوند. ولی حضرت میگه پیش از آنه که مبتلای یکی از این 7 چیز شوین، شما حرکت کنین که تا مبتلا شدن شما پایبند عملهای صالح باشین. زیرا اگر از این 7 چیزی که من حاضر بیان میکنم، پیامبر گفت اگر یکی اینها مقصد تو در اینها افتادی، در اینها مبتلا شدی، دیگر عملی صالح کردن نمیتونی. بیاین من یکی از اونها را به شما گویم، با انشاءالله که من حرکت میکنم که برای شما چقدر عادی کرده فهمانم، چقدر ساده کرده فهمانم، تا که برای ما و شما مشکل فهم نباشه. یکم حضرت گفتن فقرا منسیان. اگر امتی مرا یکی از این 7 چیزی که حضرت گفتن خدای نکرده اگر دامن تگیرد، یکیش نابودی است، یکیش فقر برادران عزیز، یکی گویم یعنی کمبغلی، ناداری، بی‌شرایطی. گفت اگر وقتی یکی این ده امتی من مبتلا شود، مقصد دیگر برای رفع کردن همین کمبغلی و بی‌شرایطیش دیگر هوش و گوشش فقط در همین سمت می شود، دیگر عملی صالح کردن نمیتونه. ولی برادران ما را از روسیه زنگ زدیستن ایدی روز این جانب، میگه حاجی بابا ما همون غذایی را که بخوریم که قوت ما بخشه و روزه بگیریم نداریم. مقصد من روزه بگیرم یا نگیرم؟ برادران ببینین الکه همون فقری که حدیث میگه، همون ناداری را که حدیث میگه، معناش همی است که نه تنها برادرای ما بلکه شاید مثال در بین ما هم الحمدلله ما خدا را سپاسگزاری میکنیم که امروز اگه تا او حدی که مردک یک تیکه نان نیاوه نخره، امروز در جمهوری ما من که از حساب گشت گذاری خودم میبینم، شکر ای دسترخانه را میبینیم، شکر هر یک برادرایی که میبینیم مثال میریم، اگر چنده که امکانیت هم نداشته باشد میره، مقصد میوهش هم که نباشد نان قند دیگرش هست. ولی اگر مبادای نباشد میگه آدم در فکر همین میافته که از کجا من یک تیکه نان مقصد به دست بیارم، چه کنم که مقصد فرزندای من از شکم گرسنه گریه نکنن، طلب نکنن. پیامبر بین میگه اگر مقصد همین حالت بر بالاتون بیاید، شما را دیگر در فکراتون 5 وقت نماز در وقتش خواندن دیگر برادر این بیاد تا نمیزنه، بیاد نمیزنه که من باید 5 وقت نماز خوانم. زیرا که برادر عزیز ما را گرسنگی یا ما را مقصد شکم بی خالی که برادر عزیز و گرامی ما را پیش از آنی که دامن ما بگیرد، ما تا دامن ما گرفتن باید که علاقه ذخیره عمل صالح داشته باشیم. زیرا برادر عزیز بینین همین حادثه‌ای که به سر بابای علی اکبر آمد، کی را در خیالش بود که همین آدم آب میاو میبرد مقصد نابودش میکنه؟ هیچ کس در خیالش این نبود و حتی خودش هم در خیالش این نبود برادر عزیز. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت استعید للموت قبل نزول الموت. این حضرت چی میگه؟ پیش از آنه که مرگ به سراغ شما میآید، شما آمادگیش باید داشته باشید.
تیاری وی باید در شما باشد. آمادگیش برادر عزیز، تیاریش چی است؟ البته همون عمل صالحی که من برای شما میگم، همون نمازهایی که ما میخوانیم، همون احسانهایی که ما میکنیم، همون نیتهای نیکی که در قلبمون داریم. ببینید همون دست یک برادری مسلمان ما میگیریم، ماه رمضان آمده است، ای ماه رمضان روزه میگیریم، همه اینا در عمل صالح میدرایم. وقتی عمل صالح باشد، عمل پره و کامل باشد، برادر عزیز، دیگه از مردن ترسیدن در کار نیست. از مردن باید کسی بترسد که برادر عزیز خانه آخرت هم در خطر است. لیکن نفری که وقتی که الحمدلله در دنیا آفریدگار خودش شناخت، رازق خودش شناخت، همچو بنده عبادت کننده و اطاعت کننده خودش معرفی کرد، برادرای عزیز، دیگه الله خودش میگه لا خوفون بین علیهم ولا هم یحزنون. این گونه انسان ها باید نه ترس داشته باشند نه غمگین باشند، نه غم داشته باشند نه غمگین باشند، نه ترس داشته باشند. از این لحاظ برادرای عزیز، حضرت عمر رضی الله عنه میگفت عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. حقیقتا دنیا دا میگه با مالداری و با پولداری خطی آدم عزت میآورد، لیکن آخرت میگه حضرت عمر یقین دانین که تا عمل صالح نباشد، تا اگر کردارهای نیک بندگی قطعی نباشد، در اونجا عزت یافتن بسیار محال است. اگر شما خواهید عزت مقصد آخرت، میگه پایبند شدن به بندگی خدا آدم در آخرت هم عزت میبخشد. حاضر میگه بابای علی اکبر مرد که روزدار بود. برادرای عزیز، ببین چقدر حتی همین دوشنبه و پنجشنبه و پیامبر نازنین ما روزه میگرفت. برای چی روزه میگرفت؟ برای که از دوشنبه تا دوشنبه، از پنجشنبه تا پنجشنبه هفته‌انه اعمالهای ما نزد الله مهربان در برده رسانده می شود. بنده های من در همین یک هفته چی کار کردن؟ خوبی کردن، بدی کردن، چی کردن؟ همه اینها نزد الله در نشان داده می شود. پیامبر گفت دوست بدارم که اعمالم پیش خدا نشان داده شود، اینجا در زمین من روزدار باشم.